هیچ گورخری زخم معده نمیگیره، هیچ گل رزی نگران نیست، هیچ پرنده‌ای استرس فرداشو نداره، هیچ درختی تو غم و غصه نمیره که آی پارسال چرا شاخم شکست. فقط ذهن احمق آدمی زاده که این همه نگرانی تولید میکنه. فقط آدمی زاده که ریشه اکثر بیماریهاش استرسه. آدمی زاده که دائما توی آشوب و آشفتگی زندگی میکنه و غرق جهنمی میشه که ذهنش براش میسازه. چرا؟ چون اتصالمون رو با حقیقت جهان از دست دادیم انگار. ذهن مریضمون داره حکمرانی میکنه واسه خودش و دیگه نمیتونیم مثل یه بچه رها باشیم، آزاد باشیم، زندگی کنیم در لحظه و اینقدر نگران گذشته و آینده و اینا نباشیم و خودمون رو دیگه جزئی از هستی نمیدونیم. چون اگه میدونستیم وقت باور داشتیم که مثل همه موجودات دیگه حمایت میشیم و اینقدر تولید اضطراب و استرس نمی کردیم، اینقدر توی انقباض و ترس زندگی نمی کردیم. حالا اسمشو هر چی میذاریم بذاریم، هستی، طبیعت، کائنات، انرژی، خدا، ما اتصالمون با اون قطع شده و این دلیل اصلی همه این نگرانی هامونه.